نرخ امساله سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33000 سومانی معادل 3630 دلار آمریکایی مقرر شده است. این نظر به یک سال پیش 4000 سومانی بیشتر است. مقامات کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان گفتند که به حساب دلار نرخ سفر حج تقریبا تغییر نکرده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته روز 17 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل بالا رفتن قرب دلار این عامل به ارزش عمومی خدمت‌رسانی‌ها در موسم حج امساله با پول ملی تاثیر گذاشت، زیرا قراردادهای کمیته با شرکت‌های خدمت‌رسانی عربستان سعودی با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. گذشته از این به گفته افشین مقیم امسال عربستان سعودی ارزش باج شاهی یا عواید را نیز برای هر یک زائر تا 52 دلار افزایش داده است. افشین مقیم میگوید مبلغ حاجیان برای خراجات‌های زیرین مصرف می‌شود. و با مبلغ ذکر شده خراجات‌های چیپتای هواپیما برای رفت و برگشت، بودجه در مهمانخانه‌های مکه مکرمه و اقامت در مهمانخانه‌های مرکزی مدینه منوره، تامین حاجیان با سبق خوراک معین در مکه و مدینه، تامین راهبردان صاحب تجربه و زباندان برای هر یک گروه در طول سفر حج، انجام دادن قربانی حاجیان. نرخ سفر امسال حج در موافقه با خدمات ضد انحصاری تاجیکستان معین شده است. نرخ حج در حال بالا می‌رود که کارشناسان میگویند چون این نرخگذاری زیارت خانه خدا را برای اکثریت دستنارس کرده است. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک میگوید 90% حاجیان تاجیک نه از روی پول زیادتی بلکه از مبلغ چندین سال ذخیره کردهشان حج میروند و برای همین نرخ باید دسترس باشد. این هم صحبت رادیو آزادی افزود. محروم کردن مردم از زیارت خانه خدا است. من نمیدونم هر سال خورد خوراکی حاجی چی باید قدر خوب بشیده است. من حیران میرم میان همون خوراکی را میخوردن که همون 10 سال پیش میخوردن. احمد ابراهیم پیشنهاد میکند که ضرور نیست کمیته دین در نزدیکی حرم برای حاجیان مهمانخانه بگیرد و از این حساب نرخ را بالا برد. با گفته او خوبتر است مهمانخانه ها را از نزد حرم دورتر انتخاب کنند اما نرخ ارزانتر باشد. هر سال از تاجیکستان بیشتر از 6000 نفر به زیارت خانه خدا میروند. امسال نیز این شماره تغییر نیافته است. انتظار میروند معرکه حج امسال در میانه ماه اوگوست آغاز شود. حج برای مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است، اما طبق قرار 2 سال پیش تنها نفران از 35 ساله بالا حق سفر به مکه و مدینه برای انجام فریضه حج را دارند. مقامات میگویند هدف از این اقدام فراهم آوردن امکان زیارت برای خواهشمندان سالمند است، چون که نوبت حج در بسیاری از نواحی کشور الکی برای 5 و حتی 10 سال آینده پر شده است.